خب آقایون آماده اید یک بار تمرینی بریم؟ بله بله. آماده این؟ بله. سلام خدمت شما بینندگان عزیز. با اولین مناظره تلویزیونی زنده آقای محترم، مگه گوسفنده که بخوایم زنده برگزار بکنیم؟ آقا به امام توهین نکن، به ارزش‌های نظام توهین نکنید. شما گوسفند شمایید با اون کارنامه سیاه و ننگین. شما مگه همون نبودید که گازنبوری اومدید تو خیابونا ملت رو قیچی کردید؟ گوسفند که مال یه وعدته، به اسم برجام اقتصاد مملکت رو فلج کردین با همین همه اختلاس. آقایون خواهش میکنم تشویش اذهان عمومی نفرمایید. این بحثا که جاش تو مناظره نیست بابا. تو مناظره فقط بوس بغل، همین. تقصیر توه دیگه. یه گوسفند گفتی ما رو انداختی به جون هم دیگه. بابا من نگفتم گوسفند، من گفتم زنده. به خدا مناظره زنده باشه من نمیام. گفته باشم قرار بود که زنده نباشه. بابا من خودم هم گیج شدم. اول گفتن مرده، بعد گفتن زنده، ما هم نفهمیدیم چی شد بالاخره. قبل از اینکه بریم رو آنتن ببین 57 و 67 و اینا رو نداریم ها. 78 هم نداریم ها. خب پس 88 هم نداریم. حله. خب الحمدلله به خوبی خوشی به پای هم پیر بشین. اگه موافق باشین بریم رو آنتن. یه لحظه اجازه بده. ببین اون 3 میلیاردو نمیگیا. ببین 4.5 میلیاردم نمیگیا. ببین آستان قدسو نمیگیا. حقوقای نجومی رو نمیگیا. حله. آقایون بریم رو آنتن رو نمیگیا. ببخشید آقایون بریم رو آنتن. یه دقیقه وایسا. برجام و برشام، حسین فریدون و آقا مجتبی. حل آقا. برو رو آنتن. صبر کن. یعنی چی؟ آقا نرو رو آنتن، صبر کن. پس راجب چی میخواین صحبت کنید؟ پس برای چی زندهش کردیم مناظره رو؟ آخه تو چی کار داری به این کارا؟ تو کارتو بکن آقا جون. برو رو آنتن. سلام خدمت شما بینندگان عزیز. با اولین مناظره تلویزیونی بین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همراه شما هستیم. مناظره امروز بین آقای دکتر سوهانی و حجت الاسلام خبیثی برگزار خواهد شد. طبق قرعه آقای خبیثی شروع خواهند کرد. بفرمایید خواهش میکنم. با سلام به شما و بینندگان عزیز. من برنامه‌های خوبی دارم، همه به من رأی بدین. خب بگین، مشتاقیم که برنامه‌تون رو بشنویم. برنامه‌های خوبیه دیگه، خیلی خوبه. خب بله مسلماً برنامه خوبی در سر دارین که وارد عرصه انتخابات شدین، ولی خواهشاً چند نمونهش رو بفرمایید تا ما و بینندگانم در جریان قرار بگیریم. بابا برنامه‌های خوبیه. الان نمیشه جزئیاتش رو فاش بکنم. این نامزدای دیگه تقلید میکنن، رأی من کم میشه. شما و مردم رأی بدین، بعد که رئیس جمهور شدم میگم برنامه‌ام چیه. بله درست میفرمایید. بهتره بریم سراغ کاندیدای بعدی، ببینیم ایشون چه برنامه‌ای در سر دارن. خواهش می‌کنم بفرمایید. با درود به شما و بینندگان و مقام عظمای ولایت، منم به نوبه خودم برنامه‌های خوبی دارم. شما که انشالله میفرمایید برنامه‌تون چیه، مگه نه؟ به حمدالله برنامه‌های خوبیه. حالا بعداً من پشت صحنه به خود شما میگم که اصلا کفتون ببره. برنامه‌های خیلی خوبیه، اصلا مرگم نداره. از برنامه‌های این آقای حجت الاسلام هم خیلی بهتره. از برنامه‌های من بهتره. شما اگه برنامه داشتین که وضعیت مملکت الان این نبود که. وضعیت مملکت خیلی هم خوبه، در مسیر توسعه هستیم، همه چی هم رو به رشده. قیمت‌ها، تورم، قیمت ارز، سکه، طلا، همه چی رو به رشده. همه چی با سرعت داره رشد میکنه. شما هم زیاد هرس نخور داداش. به من نگید داداش. من کجام شبیه داداش توه؟ اصلا حالا که اینطور شد اجازه بده بنده همین الان برات یک عکسی رو کنم. بیا آقا جون اینو نشون بده. داداش تو اینه. طبق گزارشات واصله داداش شما در منزل خونهشون توالت فرنگی داره. حضرت آقا این همه به حمایت از تولیدات داخلی تاکید کردن، اون وقت برادر شما از محصولات فرنگی استفاده میکنه. من از شما میپرسم آیا واقعا مشکل جوانای ما اینه؟ حالا که اینطور شد اجازه بدید بنده هم یک
عکسی به شما نشون بدم. بفرمایید شما نگاه کن، ایشون عمه شماست درسته؟ عکس عمه منو از کجا آوردی شما آخه؟ دیگه ما اینیم. فکر کردی فقط خودت بلدی؟ خب پس اگر اینطوره بفرمایید. اینم یه عکس دست جمعی، فکر میکنم اینا رو میشناسی دیگه ها. این پسر خالته، اینم با جناقت با داداشش که کنار اون شوهر خاله کچلت وایساده. پس اگه اینطوره شما هم اینو ببین این پسر عمه دومادتونه با بابک زنجانی رفته بود. شما نها کن، رفته بودن کنسولوقون، اونم که نوه اکرم خانومه داره کبابا رو سیخ میکنه. این عکسو من رو میکنم. اونو از کجا آوردی؟ خب پس واسا الان بهت میگم. یه آلبوم عکس من اینجا آوردم برات. بله پس چی فکر کردی؟ نه این عکس پاتختی پسر خالته. ببین اون گوشه داره ادای میمون در میاری، نگاه کن خودتو. ایول چه باحال این عکس. من چقدر دنبالش بودم. عکس پسرعموی احمد خاتمی رو هم داری؟ اونی که دست جمعی رفته بودیم اسپانیا. آره اونم دارم، اما تو اول بگو اون عکس من و مقام عظما رو داری که داشتم دستشو میبوسیدم؟ کجا قایمش کردی شیطون؟ میدم بهت بابا، میدم بهت. بیا ببین از دوره طلبگی چه عکسی دارم. ناقلا نگاه. ای ناکس، اونو از کجا آوردیم؟ ندی به کسی یا آبرومون میره. بله بینندگان عزیز، همونطور که میبینید بنا به فرموده مقامات عظمای ذی‌ربط یک مناظره کاملا آروم و شفاف داشتیم. چقدر هم زنده بود. دیدید یک مناظره زنده هم برگزار کردیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. شب روزتون خوش.